سلام به همه. امروز می‌خواهیم درباره 5 سلسله مهم در تاریخ ایران صحبت کنیم. سلسله‌هایی که هر کدام نقش مهمی در شکل‌گیری هویت، فرهنگ و سیاست این سرزمین کهن ایفا کرده‌اند. از شکوه و جلال هنر و معماری تا نبردها و فتوحات و دوران تغییر و تحولات اجتماعی، با هم سفری خواهیم داشت به دل تاریخ و با میراث این سلسله‌های قدرتمند بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید تا با این دوره‌های تاریخی بیشتر آشنا شویم. در قلب تاریخ ایران، سلسله صفویه با ظهور شاه اسماعیل صفوی آغاز می شود. شاه اسماعیل با تدبیر و درایت خود موفق به اتحاد قبایل مختلف ایرانی زیر پرچم شیعه اثنی عشری شد. این اتحاد نه تنها به ایجاد یک دولت قدرتمند انجامید، بلکه زمینه را برای شکوفایی هنر و فرهنگ ایرانی فراهم کرد. دوره صفویه شاهد ساخت مساجد و مدارس باشکوهی همچون مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان است. هنرمندان این دوره با الهام از عرفان و معنویت آثار ماندگاری را در عرصه نگارگری، خوشنویسی و معماری خلق کردند که تا به امروز چشم جهانیان را به خود خیره کرده است. با ظهور نادر شاه افشار، ایران بار دیگر طعم قدرت و صلابت را تجربه کرد. نادر شاه با لشکرکشی‌های پیروزمندانه خود به هند و عثمانی، مرزهای ایران را از نو گسترش داد و غنایم فراوانی را به کشور سرازیر کرد. او با الهام از گذشته پرافتخار ایران، در پی احیای امپراتوری هخامنشی بود و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هرچند دوران حکومت نادر شاه کوتاه بود، اما تأثیر او بر تاریخ و سیاست ایران انکار ناپذیر است. او با ایجاد یک ارتش منظم و کارآمد، نظم و امنیت را به کشور بازگرداند و زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم کرد. با این حال، جاه طلبی و خشونت او در اواخر دوران حکومتش باعث شورش‌ها و ناآرامی‌هایی شد که در نهایت به مرگ او و افول سلسله افشاریه انجامید. پس از دوران پرآشوب افشاریه، کریم خان زند با تدبیر و سیاست مدارانه خود موفق به ایجاد صلح و آرامش در کشور شد. او به جای سفر به جنگ و فتح سرزمین‌های دیگر، تمرکز خود را بر آبادانی ایران و بهبود وضعیت زندگی مردم قرار داد. ساخت بازار وکیل، حمام وکیل و ارگ کریم خان در شیراز، نمونه‌های بارزی از اهتمام او به هنر و معماری در این دوره هستند. کریم خان زند با لقب وکیل رعایا به معنای وکیل مردم شناخته می شود. او با کاهش مالیات‌ها، حمایت از کشاورزان و توسعه تجارت، سعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفاه مردم داشت. دوران زندی هرچند کوتاه، اما به عنوان یک دوره پر رونق و آرامش در تاریخ ایران شناخته می شود. با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار، فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد. دوره قاجاریه شاهد تغییرات عمیقی در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران بود. از یک سو ارتباطات بین المللی ایران با کشورهای اروپایی گسترش یافت و از سوی دیگر جنبش‌های فکری و اجتماعی جدیدی همچون مشروطه خواهی شکل گرفت. در این دوره شاهد تأسیس نهادهای مدرنی همچون دارالفنون، اولین دانشگاه مدرن ایران و انتشار روزنامه‌ها و کتب متعدد هستیم. هرچند دوره قاجاریه با چالش‌های فراوانی همچون دخالت قدرت‌های بیگانه و مشکلات اقتصادی همراه بود، اما این دوره زمینه را برای تجدد و مدرنیزاسیون ایران در دوره بعدی فراهم کرد. با به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی، ایران وارد دوران جدیدی از تغییرات و تحولات شد. رضا شاه با الهام از الگوهای غربی، برنامه‌های گسترده‌ای را برای مدرنیزاسیون ایران در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کرد. از جمله این تغییرات می‌توان به ایجاد ارتش مدرن، تأسیس دانشگاه تهران و تغییر نظام قضایی اشاره کرد. دوران پهلوی همچنین شاهد نقش پررنگ‌تر ایران
در عرصه سیاست جهانی بود. ایران در این دوره به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و روابط خود را با کشورهای مختلف جهان گسترش داد. هرچند دوران پهلوی با انتقاداتی نیز مواجه است، اما نقش آن در تبدیل ایران به یک کشور مدرن و توسع یافته را نمیتوان انکار کرد. امیدوارم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. سفری که ما را با فراز و نشیب‌های تاریخ ایران و تأثیر 5 سلسله مهم بر سرنوشت این سرزمین آشنا کرد. از صفویه و شکوه هند و معماریش تا افشاریه و فاتح بزرگش نادر شاه، از صلح و آرامش دوران زندیه تا تغییرات اجتماعی و سیاسی قاجاریه و در نهایت مدرنیزاسیون ایران در دوران پهلوی. هر کدام از این دوره‌ها درس‌ها و آموزه‌های ارزشمندی برای ما دارند. با شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربیات تاریخ می توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای ایران بسازیم. آینده‌ای سرشار از صلح، رفاه و پیشرفت برای همه ایرانیان. اگر سوالی دارید یا می‌خواهید بیشتر بدانید، حتما در نظرات با ما در میان بگذارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.